سلام بر شما. به خبر 5:30 از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. دعوت چین از افغانستان برای اشتراک در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه. قرار است 28مین نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو هفته آینده در ایران برگزار شود. در نشست همچنین آقای کابلوف گفت که کشورش می‌خواهد روابط با افغانستان را در بخش اقتصادی و تجارتی گسترش دهد. تأکید یونما بر اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان. مسئولان وزارت امر به معروف میگویند که از 1000 قضیه خشونت علیه زنان در کشور جلوگیری کرده‌اند. زر داسې نورې پیښې دي چې هغه د همدې وزارت د محتسبینو له لوري د هیواد په ګوټ ګوټ کې مخنیوی شوی دی. آغاز کارزار واکسین ضد فلج کودکان در کشور. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در این کارزار بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. دا کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 15.3 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم ولري د پولیو واکسین تطبیق شي. و ادامه اعتراضها در پاکستان. راههای منتهی به اسلام آباد مسدود شده است. مشروع خبرها. مقام‌های روسیه و چین در دیدارهای جداگانه با سرپرست وزارت خارجه کشور بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه کشور میگوید که در این دیدارها در مورد روابط دو جانبه افغانستان با روسیه و چین، همکاری‌های اقتصادی و امور منطقه‌ای گفتگو شده است. به گفته وی مقام‌های چینی در این دیدار بر شرکت نماینده امارت اسلامی در 28مین نشست ایکو تاکید کردند. مشعل ایوبی. هیئت کشورهای چین و روسیه به رهبری نمایندگان ویژه آن کشورها برای افغانستان به گونه جداگانه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه میگوید که نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با سرپرست این وزارت از فرستادن یک هیئت روسی برای گفتگو درباره توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف با مقام‌های امارت اسلامی خبر داده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه در دیدار دو طرف بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز تاکید کردند. در این نشست همچنین آقای کابلوف گفت که کشورش می‌خواهد روابط با افغانستان را در بخش اقتصادی و تجارتی گسترش دهد. و همچنین گفت که به زودی هیئت بلندپایه از کشورش به کابل سفر خواهد کرد و با مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان به سطح بلند گفتگو خواهند داشت و روی گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف بحث خواهند کرد. روسیه پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان با این نظام روابط خوب سیاسی و اقتصادی برقرار کرده و اخیراً از حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه نیز خبر داده است. تعامل با روسیه و جلب همکاری‌های روسیه بخصوص در امر تقویت زیرساخت‌ها و تعمیر زیرساخت‌ها بسیار مهم است. هر اندازه که در این عرصه‌ها همکاری جلب شود به نفع طرفین بخصوص به نفع افغانستان است. وزارت خارجه ایران از برگزاری 28مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در هفته آینده در شهر مشهد آن کشور خبر داده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه میگوید که نماینده ویژه چین در دیدار با امیرخان متقی تاکید کرده که وزیر خارجه افغانستان باید در این نشست شرکت کند و این می‌افزاید که در این دیدار دو طرف همچنان پیرامون تقویت روابط دو جانبه افغانستان و چین، همکاری‌های اقتصادي و امور منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. په دغه ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو او سیمه‌ییزو چارو خبرې وکړې. د همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. سازمان ایکو توسط ایران، ترکیه و پاکستان با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شده است و اکنون مشمول افغانستان ده عضو دارد و یکی از نهادهای مهم همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی و غربی محسوب می شود.
کشورهای همسایه ما و منطقه باید بداند که افغانستان نه تنها برای اقتصاد کشور چین مهم بوده، بلکه اگر در افغانستان وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی مستحکم می‌گردد، واضح است که تاثیرات مثبتشان بالای کشورهای همسایه ما و منطقه خواهد داشت. تا اکنون مشخص نیست که نماینده امارت اسلامی در نشست آینده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اکو شرکت خواهد کرد یا خیر، اما پس از قدرتگیری دوباره امارت اسلامی بر افغانستان در این 3 سال گذشته، جای افغانستان در این نشست خالی بود. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که طرح تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در 8 قوس امسال تصویب می شود. و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را مشکل جدی دانسته و گفته که هنوز هم تعداد قابل توجه از گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند، موردی که بارها از سوی امارت اسلامی به شدت رد شده است. در گزارش از اسماعیل سادات. حضور گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان نگرانی است که همواره از سوی کشورهای منطقه و جهان ابراز شده است. اکنون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که هنوز هم تعداد قابل توجه از گروه‌های حراس افغان در افغانستان حضور دارند. ایمان قلی تاسماگامبتوف دبیر کل این سازمان در مصاحبه با CTV بلاروس فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و گفته که طرح تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در 8 قوس امسال تصویب می شود. وضعیت افغانستان برای آسیای میانه نگران کننده است. تصویب برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی این امکان را می دهد که به طور مشترک امنیت کشورهای آسیای میانه را تضمین کنند. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که امارت اسلامی به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد تا خاک افغانستان را بر ضد دیگر کشورها استفاده کند و جلو هر گونه اقدامات غیر قانونی را در خاک افغانستان می‌گیرد. امارت اسلامی افغانستان اطمینان داده که از خاک افغانستان کدام تهدید و مشکلی به هیچ کشوری مواجه نیست و امارت اسلامی در طرف خود امنیت را تامین کرده و جلوی همه اقدامات غیر قانونی را می‌گیرد. بهتر است که با جای این همه بهانه‌گیری ها یا سطح سرحدات در قسمت همکاری و خاطر مبارزه علیه این دشمن بشریت متفق عمل نموده، به خاطر نابودی کامل رانه‌های تروریسم در هر کشوری که حتی کشورهای مشترک المنافع و یا همسایه‌های افغانستان هم حضور داشته باشند پای پلان مشترک گرفته شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را در جنوری سال 2022 مطرح کرد. روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اند. این سازمان در 3 سال گذشته بارها از اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و چندین رزمایش نظامی نیز در خاک تاجیکستان نزدیک به مرز افغانستان برگزار کرده است. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این روز گفته که خشونت علیه زنان در هیچ جای جهان از جمله افغانستان توجیه ندارد. یونما از مقام‌های امارت اسلامی خواسته که اقدامات برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران انجام دهند. این روز در حال فرا می‌رسد که مسئولان وزارت امر به معروف می‌گویند که از 1000 قضیه خشونت علیه زنان در کشور جلوگیری کردند. بیشتر در گزارش. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرد. سازمان ملل متحد نیز در گزارش به مناسبت این روز گفته است که در سال 2023 هر 10 دقیقه در جهان یک زن یا دختر به طور عمدی توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این روز گفته که خشونت علیه زنان در هیچ جای جهان از جمله افغانستان توجیهی ندارد. یونما از مقام‌های امارت اسلامی خواسته که اقدامات برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران انجام دهند و روند سیستماتیک تضعیف حقوق زنان و آزادی‌های اساسی آنان که زمینه‌ساز چنین خشونت‌ها می‌شود را معکوس کنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که بعد از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور از 6000 قضیه ازدواج‌های اجباری جلوگیری شده است.
سخنگوی این وزارت همچنان تصریح می‌کند که امارت اسلامی در راستای تأمین حقوق برای همه شهروندان متحد است. ویلی چې په مجموع کې زر نورې هغه پیښې چې د ښځو په وړاندې په ټولنه کې تاوتریخوالی شوی دی، د ښځو سره ظلم شوی دی، د ښځو نور حقوق تلف شوي دي او ښځې د خشونت سره مخامخ شوي دي. زر داسې نورې پیښې دي چې هغه د همدې وزارت د محتسبینو له لوري د هیواد په ګوټ ګوټ کې مخنیوی شوی دی. برخی از بانوان در کشور از حکومت سرپرست خواهان رسیدگی بیشتر در مورد خشونت علیه زنان شدند. اجباري ودونه اسلامي امارات وکولای شو چې بندي کړي په کومه جنکه چې دغه کار روان واقعا ډیر د ظلم کار او ډیر خراب رواج او رسم او رواج دغه زموږ پښتنه ټولنه اړنده کړي و چې اسلامي امارات وکولای شو دغه اجباري ودونه د انجینو ژوند وشخورو او بندي کړل. او زما یو خاصه هیله د اسلامي امارات څخه دغه ده چې په دغه برخه کې چې د انجینو حقونه دي دغه تنور هم پاملرنه وکړي او وکولای شي چې د انجینو په حق کې انصاف وکړي. با این هم هرچند بارها از داخل و خارج از افغانستان از حکومت سرپرست خواسته شده که سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند و حقوق زنان را تامین کنند، اما امارت اسلامی همواره ادعا می‌کند که حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. کارزار واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو در 11 ولایت کشور برای 3 روز آغاز شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این کارزار بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. سخنگوی این وزارت از بزرگان قوم، عالمان دین و خانواده ها خواست تا در این کارزار با واکسیناتورها همکاری کنند. احمد شاه غفاری با شرح بیشتر. محب الله 20 ساله که مدت 2 سال می شود مصروف تطبیق واکسن پولیو در کابل است، می گوید که در روز اول کاریش تعداد محدود برای تطبیق واکسن پولیو مراجعه کردند و تعداد دیگری علاقه به واکسن را ندارند. وی می گوید که پس از سعی و تلاش فراوان برخی ها را قناعت داد تا کودکانشان را واکسین کنند. در جریان کار ما با اونایی که مواجه میشیم است که بعضی کسا طفلاشون که نمیخواین واکسین شوند بسیار سوال میکنن، یعنی واکسین از چی است، به خاطر چی ساخته شده و چگونه چی است، به خاطر که طفلاشون واکسین نکنه هزار بهانه میکنن. بعضی با ما صحت عامه همو چرا داده که ما برشان تشریح میکنیم و قانونشون میسازیم، بعد او با طفلاشون واکسین میکنیم زیاتر وقت. یکی دیگری از واکسیناتوران میگوید که برخی از افراد مخرب در جامعه اند که مانع واکسین آنان می شود و افراد داوطلب را دلسرد می سازد. وی از مسئولان وزارت صحت خواست تا جلوه همچون افراد در جامعه را بگیرند و در کنار آن از مسئولان خواست تا یونیفرم مخصوص واکسین را برای آنان توزیع کنند. وزارت صحت عامه رقم است که با ما یک یونیفرم شخصی جور کنند، یکی دیگه اینمی مسجد با مسجد تالی خوبتر است و می بود خانه به خانه بهترین کار بود. برخی از خانواده ها از آغاز کارزار واکسن پولیو ابراز خوشحالی می کنند و از مسئولان وزارت صحت می خواهند تا به مثل گذشته برای تطبیق واکسن به خانه های مردم مراجعه کنند تا همه کودکان از بیماری پولیو نجات یابند. باید گیرم متوجه زیافتر شوند که تفلکای خورده بدر باید واکسین بکنند، چون که بعض فامیلا از واکسین نمیگن، میگه بدر چی است واکسین کنیم، چون سلامتی تفلای خود ما میخواهیم که بدر سلامت باشه. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که این کارزار برای مدت 3 روز ادامه دارد و در آن 5.3 میلیون کودک واکسین خواهند شد. آقای زمان از عالمان دین، بزرگان قومی و خانواده ها خواست تا در این کارزار با تیم واکسیناتور در بخش تطبیق واکسن پولیو همکاری کنند. دا کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 15.3 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه غوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسېږي ترڅو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. این در حال است که سنجویچ اسکارا مدیر منطقه یونیسف در جنوب آسیا تاکید کرده است که اجرای برنامه واکسیناسیون پولیو بدون حضور واکسیناتورهای زن ممکن نیست. او در صفحه ایکسش نوشته که تنها واکسیناتورهای زن قادرند اعتماد مادران را جلب کنند و اطمینان حاصل کنند که کودکان با واکسن پولیو دسترسی پیدا می‌کنند. شمار از باشندگان کابل از نحوه توزیع برق انتقاد دارند و میگویند که پرچاوی‌های نامنظم و دوامدار در برخی از مناطق دردسر بزرگ به آنان ایجاد کرده است. سخنگوی شرکت برشنا تصریح می‌کند که این اداره آمادگی لازم در این زمینه دارد و تلاش می‌کند تا برق منظم و دوامدار برای پایتخت نشینان فراهم کنند. بیشتر در گزارشی از همکارم نجیب محمدی.
همه ساله با نزدیک شدن فصل سرما کمبود و برق در کابل مشکلات را برای پایتخت نشینان به بار می آورد. مشکلی که همه ساله در این فصل سار دامنگیر شهروندان و کسبکاران می شود و شرکت برق رسانی افغانستان تا کنون راه حل درست را برای آن پیدا نکرده است. شماری از باشندگان کابل میگویند که نیازمندیشان به برق در فصل سرما بیشتر بوده و افزایش پرچاوی‌های برق سبب شده که آنان شبها را با تاریکی و سردی هوا سپری کنند. این صبحی که میره شب نان در تاریکی میخوریم، به خدا گاز باشه که میره روشن کنید تو نان بخورید در موبایل دیگه خودت حساب شد 5 ساعت 4 ساعت 6 ساعت دیگه معلوم نیست میره و میای تو نمیمونه که ما میگیم اقلا اگه استفاده کنی از پیش. ساکنان پایتخت از حکومت سرپرست خواهان حل این مشکل شده و تقاضا دارند تا در این مورد امارت اسلامی توجه جدی داشته باشد. در طول 24 ساعت 6 ساعت برق داریم، میای و میره بله برق دو چند میایه نظر به مصرفش مصرف زیاد است و چیز مصرفش کم است بل زیاد میایه. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید تلاش‌ها برای جلوگیری از کمبود و برق از طریق افزایش تولیدات داخلی از منابع آبی کشور نیز جریان دارد. د افغانستان برښنا شرکت د دې ترڅنګ چې د منظم برښنا رسونې په برخه کې هڅې کوي په مختلفو برخو کې چې موږ وکولای سو د داخلي تولیداتو کچه تولید زیات کو پر هغه باندې هم کار روان دی. په دې وروستیو کې موږ د درېګونو فابریکو څخه د اعظمي استفادې په سرعت کې په دې توانېدلي چې یوه اندازه د داخلي تولیداتو کچه زیاته کو ترڅو خپلو هیوادوالو ته زیاته برښنا رسونه وکړو. ارزگاه به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشور پرچاوی‌ها در افغانستان به ویژه در ولایت‌هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از ایران خواست به اذیت و آزار مهاجران افغان پایان دهد. وی در دیدار با سفیر افغانستان در ایران همچنان گفت که یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی برای بررسی و حل مشکل مهاجران افغان با مقام‌های ایران گفتگو خواهد کرد. ستاره قادری با شرح بیشتر. همزمان با افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده که خلیل رحمان حقانی سرپرست این وزارت در دیدار با فضل محمد حقانی سفیر امارت اسلامی در ایران از آن کشور خواست تا از ضبط اموال مهاجران افغان خودداری کرده و به اذیت و آزار آنها پایان دهند. وزارت مهاجرین گفته که آقای حقانی در این دیدار گفته که یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی برای بررسی و حل مشکلات مهاجران با مقام‌های ایران گفتگو خواهد کرد. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و این گفتگوها و مشکلات از طریق دیپلماسی حل شود، به یقین که مشکلات و چالش‌هایی که در کشور ایران وجود داره است آدرس مهاجرین نقطه ختم پیدا میکنه و مشکلات مهاجرین روز به روز کم شده میره. اما اگر ادامه پیدا نکنه و این به شکل نمادین باشه، به یقین که مشکلات مهاجرین بیشتر میشه و مهاجرین متاسفانه با فاجعه انسانی روبرو میشه. چنین گفتمان‌هایی در صورت میتواند مؤثر واقع گردد که به مهاجرین فاقد مدرک ساماندهی‌های لازم صورت بگیرد و نگاهی استراتژیک و بلند مدت برای حضور بلند مدت آنها فراهم آید. آگاهان اقتصادی میگوید که اخراج مهاجرین افغان در شرایط کنونی که دامنه فقر و بیکاری در کشور گسترده است، مشکلات مردم افغانستان را بیشتر خواهد کرد. عدم اذیت و آزار مهاجرین باید گفت که در افغانستان فعلا شرایط کاری در مضیقه قرار دارد. آمدن یک تعداد کثیر از شهروندان میتونه به عمق بیکاری بیافزاید. اما باید یک چیز دیگر هم نادیده نگیریم که تعداد کثیر از شهروندان افغانستان که در ایران فعلا مهاجر هستند سرمایه هم داره، یعنی کسب و کار داره در ایران، وضعیت خوبی داره. مقام‌های ایرانی بارها گفتند که اخراج مهاجران افغان جزو برنامه‌های اصلی و اجتناب ناپذیر این کشور است. بر اساس برآوردهای کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند، اما رسانه‌های ایران این رقم را به مراتب بیشتر می‌دانند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها 8 میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 4 میلیون آن فاقد مدرک قانونی اقامت هستند. گفته شود که حکومت ایران در نظر دارد برنامه اخراج مهاجران افغان تا پایان سال جاری خورشیدی تکمیل شود.
مسئولان فرماندهی امنیه ولایت فراه از آتش زدن بیش از 4500 کیلوگرم مواد مخدر گوناگون در این ولایت خبر دادند. مسئولان میگویند که این مقدار مواد در جریان 16 ماه گذشته از مرکز و ولسوالی این ولایت جمع آوری شده بود. شرح بیشتر این گزارش با همکارم عارف عدیل. این انبوه از مواد گوناگون مخدر است که توسط مسئولان فرماندهی امنیه ولایت فراه به آتش کشیده شده است. به گفته سخنگوی این فرماندهی در جریان 16 ماه این انبوه مواد مخدر را جمع آوری کردند. او همچنین میگوید که حکومت سرپرست در تلاش ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد صحتیاب شده نیز هستند. هغه کې بیل نشئی مواد داخل و هم در از جنی هغه طبیعتونه چې هغه نامشروع استعمال نامشروع هغه هم پکې شامل و هم در از یو تعداد جور شوی شراب هم پکې داخل شو. از سوی هم برخی از افراد آغشته به مواد مخدر در مرکز ترک اعتیاد ولایت فراه افزون بر توجه در بخش درمانیشان از مسئولان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. ولی این کامپ میره این کامپ منو ولی خدمت میکنه 500 نفر خوب بدون مال در ناسور بربری بسات تو خلطان مینا پاره چې امارات مستورو منه یو کار برابر کې کار برابر نه کې आवाज خپل سړان چې درته ورتل سکول. گفته نیست که همکنون صدها تن از جوانان در مرکز ترک اعتیاد ولایت فراه زیر درمان قرار دارند. شماری از عالمان دین، بزرگان قوم و متنفذان به نمایندگی از باشندگان ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی به حوزه شمال کشور سفر کردند. آنان در دیدار با باشندگان ولایت‌های بلخ و سمنگان هدف از این سفر را افزون بر آشنایی با رسم و رواج و فرهنگ مردمان شمال، تحکیم وحدت ملی و همپذیری میان تمام اقوام ساکن کشور می‌دانند. بیشتر در گزارش. این کاروان متشکل از عالمان دین، بزرگان قوم و متنفذین از ولایت‌های غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست است که به نمایندگی از باشندگان ولایت‌های حوزه جنوب شرق به شمال کشور سفر کرده اند. آنان در دیدار با مسئولان محلی و باشندگان ولایت‌های بلخ و سمنگان هدف از این دیدار را آشنایی با فرهنگ، رسم و رواج و تحکیم وحدت ملی و همبستگی میان تمام اقوام در کشور می‌دانند. ما آمدیم که هم از نزدیک اینا را ببینیم و هم به دنیا اعلام کنیم که به حمدالله کشور افغانستان کشور مسلمان است، متحدن، با همن و به خاطر اتحاد و هماهنگی در ولایت‌های مختلف که می‌خواهیم ما مسافرت بکنیم که تا الحمدلله همون نعمت امنیت را که خدا برای ما ارزانی کرده است یک صدوم شکرش را به جا آورده باشیم که تا در ولایات بگردیم و برای مردم اعلام کنیم که ما با هم بودیم، با هم هستیم و در آینده ها هم با همیم. غټ هدف مو دا و چې د ولسونو ترمنځ د متنفذینو ترمنځ تګ و راتګ وکړو او دوی ته بلنه ورکړو چې دوی هلته راشي او دا پیغام دنیا ته ورسوو. نور به هم دلته ورسره پاتې کېږو څه ټیم بیا به په راتلونکي کې دوی له موږ سره د لویې پکتیا ته هلته به ولایت په ولایت باندې داسې جلسې او داسې محفلونه او مجلسونه جوړوو تر هغه پورې چې د موږ د افغانستان له شرقه تر غربه بیا له شماله تر جنوبه ټول افغانستان یو موټی یو اتحاد سو. د مغرب عناصر یا څوک چې د افغانستان پر ضد باندې اسماعي حرکت کوي باید موږ ټول سره په ارتباط کیو. مسئولان محلی و باشندگان ولایت‌های بلخ و سمنگان میگویند که آغوش آنان برای پذیرایی از تمام شهروندان کشور باز است و باید با رفت و آمد به ولایت‌های گوناگون به تبعیض و تعصبات پایان داده شود. هدف از سفر این بود که با سران و اقوام قبایل دیگر ولایت‌ها ملاقات داشته باشند و برای حفظ و وحدت و انسجام اینا تلاش بکنند تا اینکه برای مردم این برادری و وحدت و اتفاق را گسترش بدن. همین اقوام ملت‌های مشمار از هم دور ساخته بودند. لله الحمد تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، بلوچ، ترکمن همه اینا یک برادر هستند. خطیرو جنگونو د سباند څلور لسیزه د جګړو جنگونو د سی واټنونو فاصله ایجاد کړي د قومونو ترمن. اوس د پکتیا خلکو یا د جنوب زون خلکو ډیر یو ښه ابتکار وکړ، ډیر یو ښه هغه یو دریزه جوړ کړ. واقعا تاثیر بسیار خوب داره.
این زمانی که ما به گردن از اینا ایمیل گلند مینداختیم به ما خاطرهای گذشته به یاد ما می آمد که اگر حال امروز ما میتونیم به خاطر میمانی، به خاطر دید و بازدید به ولایت‌های دیگه سفر بکنیم، لاسی در گذشته ما نمیتونستیم به خاطر اجرای وظیفه از یک ولایت به ولایت دیگه بریم. قرار است این کاروان به ادامه سفر به شمال کشور به ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب نیز بروند. این در حالی است که پیش از این شماری از عالمان دین و بزرگان قوم از ولایت‌های شمال کشور با پیام مشابه برای تحکیم وحدت و همپذیری به ولایت‌های جنوب شرقی سفر کرده بودند. و در اخیر هم چند خبر کوتاه از جهان. پایتخت پاکستان به دلیل اعتراض حامیان عمران خان، نخست وزیر سابق آن کشور که در زندان به سر میبرد، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت. این حامیان که به رهبری اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان خواستار آزادی او هستند، قرار است در نزدیکی ساختمان مجلس تجمع کنند. دولت پاکستان راههای اصلی منتهی به اسلام آباد را با کانتینرهای حمل و نقل مسدود کرده و نیروهای پلیس در مناطق مختلف مستقر شدند. خدمات تلفن همراه به حالت تعلیق درآمده، خدمات پیام رسان واتساپ محدود شده و تجمعات از هر نوع تحت قوانین جاری ممنوع اعلام شده است. علی امین گنداپور، یکی از نزدیکان عمران خان و وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا، از مردم خواسته در ورودی منطقه حساس دیچوک اسلام آباد که محل ساختمان مجلس و دیگر نهادهای مهم دولتی و سفارتخانه ها است تجمع کنند. بر اساس گزارش شبکه 14، اسرائیل اعلام کرده که حزب الله لبنان ناوقت دیروز تل‌آویو مرکز اسرائیل را با شلیک بیش از 250 موشک هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که شمار از موشک‌ها را رهگیری و منهدم کرده و افزوده است که خانه‌هایی در نزدیکی تل‌آویو از اثر این حمله‌ها ویران شده است. هرچند آمار تلفات و میزان خسارات این حمله‌ها پخش نشدند، اما ارتش اسرائیل گفته که 4 تن از اثر این حمله‌ها زخمی شدند. شبکه العربیه شمار زخمی‌ها را 6 تن گفته است. حزب الله لبنان از انهدام 6 تانک اسرائیلی در جنوب لبنان نیز خبر داده است. بر اساس این گزارش، این حمله‌های حزب الله در پاسخ به حمله‌های هوایی اسرائیل در هفته گذشته بر مرکز بیروت انجام شده است. بر اساس گزارش‌های یک مرد بریتانیایی در جبهه اوکراین توسط نیروهای روس دستگیر شده است. در نوار دیداری که در فضای مجازی منتشر شده، مرد با لباس نظامی که خود را جیمز اسکات رئیس اندرسون 22 ساله معرفی می‌کند، میگوید که بیش از این 2 سال در ارتش بریتانیا خدمت کرده است. خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک منبع نظامی این فرد را یک مزدور بریتانیایی دانسته و گفته که او در منطقه کورسک روسیه به اسارت درآمده است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که پس از گزارش‌های مبنی بر بازداشت یک مرد بریتانیایی از سوی روسیه از خانواده او حمایت خواهند کرد. نشریه بررسی تکنولوژی MIT در گزارش نوشته که هوش مصنوعی اکنون میتواند نسخه‌ای از شخصیت افراد تولید کند. در این گزارش آمده است اگر فرد 2 ساعت با هوش مصنوعی گفتگو داشته باشد، این نوع هوش مصنوعی فرد را به سمت مکالمه در مورد دوران کودکیش هدایت می‌کند و زمینه را فراهم می‌کند تا عقاید و باورهای سیاسیش را بیان کند. مدت بعد یک کاپی مجازی از شخصیت فرد ساخته می‌شود که میتواند ارزش‌ها و علایق وی را با دقت خیره کننده ارائه دهد. پایان مجموعه 5 از 1. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. وقت بر شما خوش، شب و روز بخیر، خدا نگهدار.